برادران اهل اسلام، البته پیغمبر علیه الصلاة والسلام در حدیث میگوید ترکت فیکم واعظین ناطقا و صامتا الناطق القرآن و الصامت الموت. من برای شما دو تا دهنده گذاشتم، اگر شما پیروی از این دو تا دهنده کنید هرگز گمراه نمیشوید. برادران عزیز، اگر مسلمانان از این دو وصیتی که پیغمبر علیه السلام کردگی هست پیروی کنند هرگز گمراه نمیشوند. پس میگوید که الناطق القرآن و الصامت الموت. یکی آرام صدا بلند نکنید، هیچ گپ نیست، آرام است، جواب خطر نیست. نگه تکبیر. پس میگوید یکی از این دهنده ناطق است که نطق میگوید، سخن میگوید، این قرآن است. الناطق القرآن پس هر نفری که از این پندهنده ای که نطق میکند سخن میگوید، پس اگر پیروی از این نطق سخن بلنده کند هرگز گمراه نمیشود. پس این قرآن است. هر کس که پیروی از قرآن کند نه در این دنیا مغرور و نه در این دنیا متکبر و نه در این دنیا ناکام و بدبخت و نه در آخرت بدبخت می شود. مادامی که انسان پیروی از این قرآن کند البته انسان کامیاب و موفق می شود. برادران عزیز، توصیه کننده دیگر این است که نصیحت کننده و راهنما به سوی هدایت آن است که دیگرش صامت است میگوید. الناطق القرآن و الصامت الموت. پس کننده این قرآن است و اونی که ساکت است با ساکتیش نصیحت میکند میگوید در این موضوع. بابا جمله تا دیر و صحت و سلامت همه ما و شما رو نصیحت و درس میگفت، لیکن امروز ببینید که خاموش است و این حالت برای هر یکی ما و شما میآید، هیچ کس رو آگاه نیست و هیچ کس رو خبر نمیکند، ناآگاه میبرد. پس مغرور نباشیم، پس پیروی از این پندهنده ها کنیم که ناکام در این دنیا و آخرت نباشیم، شمرو و بدبخت در این دنیا و آخرت نباشیم. یک نکته دیگری که میخواستم در اخیر تذکر بدهم برادران اهل اسلام، برادران اهل علم، اکثریت اهل علم جمهوری اینجا حضور دارند. برادران عزیز، چطوری که میگویند ما رأیت شیئا ككثرة الجدل يحبط الامل و يهلك العمل. هیچ چیزی را ندیدم از زیاد جدال کردن و مناقشه و بحث کردن که تمام امیدها را برباد میدهد و تمام عملها را نیست میسازد. از نفاق و نزاع و جدال دیگر چیزی دیگر وجود ندارد. برادران عزیز، از نفاق و نزاع و جدال و فتنه و من بار مهمان در ناحیه جلال الدین رومی بودم، در خانه یک اهلی از علم بودم. در اونجا دو اهل علم با هم نزاعی که با آوازشان بلند شد، حتی که رنگ رویشان تغییر یافت. من گفتم برادران عزیز، بالای این حدیثی که شما بحث دارید این حدیث نو به وجود آمد یا اینکه از اولی اسلام از زمان پیغمبر تا به حال هست؟ گفتم که هست. پس مادامی که از اولی اسلام تا به امروز هست، چندین دولت‌های اسلامی و چندان حوزه های علمی و دیگر وجود داشت، هیچ یکی اونها حل کردن نتوانستند. امروز ما این مسئله اختلافی را ما و شما حل کردن میتوانیم. پس پیروی از مذهب به خاطر چیست؟ به خاطر برادری و اخوت و دوستی. در اخیر من همچنان که بابای داملا همیشه توصیت، خدا شاهد از بارها نزد من داخل شده بود که تاکید میکرد که احتیاط کنید. یک مذهبی در تمام جا اخوت و برادری و دوستی هست،
و نفاق و نزاع در مذهب، بدبختی و عداوت و دشمناگری و خونریزی هست که ما و شما دیده بودیم. چی دیدیم از همون خونریزی ها غیر از کثافتی و رسواگی و بدبختی؟ دیگر هیچ چیزی ندیده بودیم. برای همه شما همچون رئیس شورای علما التماس خواهش میکنم که به مسئله های اختلافی داخل نشوید، زیاد به مسئله های اختلافی فرو نروید که چطوری که گفتم ما رأیت شیئا ككثرة الجدل يحبط العمل و يهلك العمل. از نزاع و از نفاق و از عداوت و دشمناگری و در مسئله های جزئی فرو رفتن غیر از نفاق و نزاع و عداوت و دشمناگری دیگر چیزی با وجود نمی آید. برادران عزیز، در اخیر از خداوند عزوجل تمنا کنیم، دعا کنیم که خداوند عزوجل سفر اخیرتی استاد رو و این داملای محترم رو نیک و منزل دائمیش را جنت و قبرش را با نور قرآن، در زندگی قرآن را دوست می داشت. پروردگار خودت میدونی که در زندگی بسا قرآن را زیاد دوست می داشت. قبرش را همیشه با نور قرآن منور و نورانی نگه دار. پروردگار فرزندان و شاگردانش را برایش همچون صدقه جاریه قرار بده. پروردگار جایگزین این چندین داملوها فرزندانش و شاگردانش را همچنانه که خود بود متواضع